رکمیا ایکرومова خواننده صنف دومی مؤسسه تحصیلات ميوناي عمومی رقم 21 نهیای وسه یکی از غالبان دوری جنبسته ازمونی جمهوریوی فروغ سبحی دونای کتاب است در نامنتسیاهوی ادبیات بچگانه میباشد. ازمونی مذکور ذوق رکمیا را با کتاب باز هم زیاد گردانیده است. اکنون در خانه او تنها نمیخواند. من امسال جای سیوم را در ازمونی جمهوریوی جای سیوم را اشغال نمودم و میخواهم که سال دیگر با شاگردان خود جای یکم را اشغال نمایم و مکتب خود را سربلند نگاه دارم. رکمیا 90 غزل، 100 رباعی و 2 بیتی، 20 نوعهای دیگر شعری، 5 تا داستان، 50 حکایه از خود نموده است. دوگانه‌هایش کوشش دارند نزدش آمده از خواننده‌های رکمیا بهره‌ور گردیده خواهش آن را دارند که با او برابر شوند. میخواهم که مثل اکرام و رکمیا بخوانم و دانا شوم و در آزمون اشتراک کنم. من خیلی خرسند شدم که همصنفی خودم در آزمون اشتراک کرده است. میخواهم که من هم مثل آن اشتراک کنم و دانا شوم. همصنفی رکمیا می باشم. در این آزمون میخواهم که مثل رکمیا در این آزمون اشتراک نمایم و جای یکم را اشغال نمایم. موفقیت رکمیا سهم مکتب است. مادرش از مکتب و استاد فرزندش مهرینگاری غایبزاده میندار می باشد. من میندارم از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که همین خیلی شرایطی را برای ما فرزندان مهیا کرده است که فرزندان ما وزینه‌های بلند هستند. من مینداریرم را به کلکتیو مکتب 21 میرسانم که بر آموزگاران که همین فرزند مرا دستگیری کردن به قله‌های بلند رساندن. من همین مبلغی که فرزندی من گرفته است در زندگی برای خودش صرفه میکنم و مهیا میکنم، شرایطش هم مهیا میکنم. مهرینگاری غایبزاده استاد رکمیا آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک است. امسال برای استاد شاگرد سالی با برار آمد. هر دو غالب ازمونی جمهوریوی فروغ سبحی دونای کتاب است گشتند. سال سیوم بودن که در ازمون جمهوریوی فروغ سبحی دونای کتاب است. از روی نامنتسیاهوی سیوم یعنی خواندن و از بر نمودن آثار ادیبان ادبیات معاصر تاجیک شرکت می‌ورزیدم و خوشبختانه امسال باشد در دور نهایی ازمونی مذکور من و شاگردم اکرامова رکمیا خواننده صنف دو در دور نهایی سزاوار جای سیوم گردیدیم. البته بسیار ما مهنت زیاد کردیم و شاگردم رو باشد 3 ماه تعطیل در خانه نگاهبین کرده به او وظیفه ها میدادم و وظیفه‌اش را پرسان میشدم و کسی که مهنت میکند غیرت دارد، شوق دارد، هوس دارد، مهر به کتاب دارد، کتابخانه دارد، البته وی موفق میگردد. و کتابخانه بود که ما رو به این جاده ها، به این مرتبه ها، به این زینه ها رساندند و مینداری صمیمی خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانند که برای نسل جوان چنین امکانیت ها را فراهم آوردند که ما سویه دانش خود را زیاده گردانیم و در تعلیم و تربیت نسل نوجوان باز هم سهم بیشتری خود را گذاریم. در این مؤسسه تعلیمی ازمونی فروغ سبحی دونای کتاب از توجه خوانندگان را سال از سال بیشتر جلب نموده. همین است که شاگردان مهرینگار غایبزاده برای اشتراک در این آزمون امسال به مراتب زیاد گشتند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.